خب در خدمت مراجعه کننده عزیزمون هستیم. میخوایم براشون فیلر نورامیس تکسیسی مخصوص لب تزریق بکنیم. فیلر رو جلوی خودشون آنباکس میکنم. این فیلر هست توصیه‌مون برای ایشون این بودش که خب فیلر لب رو تزریق بکنن که فاصله بینی تا لب بالاشون مقدار کاهش پیدا کنه. کاری که با سانترال لب انجام میدن عمل جراحی هست. صورتشون صورت خوبی هست. بهشون توصیه کردیم یک مقدار چونه‌شون رو تزریق بکنن در حد 7 تا 1 cc برای اینکه یه مقدار صورتشون رو بهتر نشون بده. تاثیرگذاری به چهره داره چانه و اینکه چون روتین پوستیشون رو خوب رعایت کرده بودن خب صورتشون